در مرکز ولایت سوخت مسابقه کشاد شهری اید به بسکتبال بین خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی به انجام رسید. در این چهاربینی ورزشی که با تشبث فدراسیون بسکتبال شهر خوجند در یکجایی با شعبه معارف و بخش کار با جوانان و ورزش شهر از 5 اپریل تا 1 می جریان گرفت. 10 دسته بانوها و 18 دسته پسران از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر خوجند اشتراک و مهارت سنجی کردند. در بین بانوها دسته های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 و گیمنازیای رقم 1 به دور نهایی راه یافتند و دیدار نهایی با پیروزی دسته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 به انجام رسید و آنها صاحب مقام اول گردیدند. مقام دوم را دسته گیمنازیای رقم 1 و دو مقام سوم را دسته های گیمنازیای گیوته و گیمنازیای رقم 24 صاحب کردند. در بین پسران در دور نهایی دسته های گیمنازیای رقم 13 و گیمنازیای گیوته بین هم رقابت کردند. دیدار نهایی بین این دو دسته شفق‌آور و تیزتون جریان گرفته. در این سبقت بسکتبال بازان دسته گیمنازیای رقم 13 غالب آمده مقام اول را صاحب شدند. دسته های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 و مکتبی به نام چیخوف صاحب 2 زینه سوم گردیدند. در مراسم پوشیده شوی مسابقه قید کرده شد که با تشبث فدراسیون بسکتبال شهر خوجند طی 5 سال است که این مسابقه راه اندازی شده ایستاده است و این برای رشد بسکتبال در مؤسسه های تعلیمی زمینه گذاشت. برگزاری همین مسابقه امکانیت فراهم آورد که صف دوستداران این نمود ورزش در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی افزاید. با غالبان و جایزه داران مسابقه مدال و افتخارنامه، جام و جایزه و تحفه‌های خاطروی در فضای تنتنوی تقدیم کرده شدند. ما خیلی خرسندیم که جای یکم را اشغال کردیم. در مکتب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 همه شرایط‌ها برای تیاری همه نمود ورزش مهیا است. ما در آینده باز تیاری خوب دیده میخوایم باز جایهای یکم را اشغال کنیم.